عجیب نیست؟ هممون دنبال آرامشیم. اما همون لحظه‌ای که میخوای چند ثانیه مکث کنی، ذهن شروع میکنه به دویدن. خیالها، نگرانیها، یاداوریها. انگار آرام شدن خودش تبدیل میشه به یه نوع تهدید. چرا؟ چرا ذهن ما از سکوت میترسه؟ این ویدیو جواب همینه. شاید برات آشنا باشه. میخوای فقط چند نفس عمیق بکشی. ولی یهو ذهنت یادت میندازه پیام جواب ندادی، فلان چیز دیر شد، چرا اون حرفو زدی؟ اگه فردا این اتفاق بیفته چی؟ و این چرخه ولکن نیست. بیشتر ما فکر میکنیم این یعنی مشکل داریم، اما حقیقت این نیست. ذهن انسان به شکل پیشفرض از سکوت میترسه. نه به خاطر ضعف، به خاطر بقا. اینجا میرسیم به یکی از جالبترین تحقیقات سالهای اخیر. کار دکتر جادسون بروئر، استاد دانشگاه براون، متخصص عصب پژوهی اضطراب. بروئر توضیح میده که مغز ما برای میلیون‌ها سال یاد گرفته بود که آروم بودن مساویه با خطر. چرا؟ چون در طبیعت کسی که ساکت میشد یا شکارچی دیده بود یا خودش در خطر قرار داشت. پس مغز آروم بودن رو با تهدید اشتباه می گرفت. امروزه ولی ما دیگه در جنگل زندگی نمی کنیم که. اما همون الگوریتم قدیمی هنوز فعاله. وقتی میشینی یا ساکت میشی، مغز فکر میکنه. چیزی درست نیست. بررسی کن. چک کن. فکر کن. آماده باش. و به همین دلیل ذهن درست در لحظه آرامش شلوغ‌تر میشه. تشخیص این موضوع خودش نصف راهه. این مشکل تو نیست. این یه مکانیسم بقاست. اما حالا میرسیم به جایی که برای من همیشه زیبا بوده. اینکه سکوت تهدید نیست. سکوت یه دعوته. جایی در درونت یه اتاق کوچیک هست که سالهاست کسی واردش نشده. هر بار که میخوای نزدیکش بشی، ذهن میترسه. این ترس طبیعیه، اما پشت همین ترس آرام ترین بخش تو قرار داره. تو لازم نیست ذهن رو مجبور کنی آرام باشه. فقط کافیه رابطت با ترس ذهنیت رو عوض کنی. این همون نقطه‌ایه که تحقیقات بروئر با معنای زندگی روزمره ما تلاقی پیدا میکنه. حالا همینجا یه تمرین خیلی کوتاه با هم انجام بدیم. 50 ثانیه بیشتر طول نمیکشه. اول فقط ببین ذهن الان چی میگه. بدون قضاوت، بدون تغییرش. فقط ببینش. دوم اینکه بشناسش. حالا فقط بدون که این یه فکره، نه واقعیت، نه هشدار. یه فکر ساده است که میاد و میره. همین. 3. مراقبت کن. در آخر برای یه لحظه با خودت نرم رفتار کن. به ذهن بگو میدونم داری محافظت میکنی، اما امنه. و اجازه بده آرامش یه ذره، فقط یه ذره وارد بشه. آرامش یه مقصد نیست، یه مهارت هم نیست، یه رابطه است. رابطه میان تو و ذهنی که سالها فقط تلاش کرده تو رو زنده نگه داره. هر بار که چند ثانیه میشینی و ذهنت شلوغ میشه، به خودت یادآوری کن. این ترس مال ذهنه، نه مال تو. آرام شدن خطر نیست. آرام شدن بازگشت به خودته. ممنونم ازت که این چند دقیقه رو با خودت و با من تنها بودی.